дуруд шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори 11. انقلاب سال 17 را در شهر حقن پیشواز گرفت. خلق مظلوم با مدد برادران کمبغل روسشان توانستند ظالمان را از پا افکنده حکومت ایشان را محو کنند، به آرزوی دیرینه خویش برسند. هر جوان مردی که در تن درمان داشت و در دل جسارت به مقابل ظالمان برخاست. 28 دکبر سال 1917 در قسم نوی شهر حقن حکومت شوروی برپا گردید. 3 اپریل سال 1918 جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی ترکستان تشکیل یافت. اکنون برای آموزش اثرهای انقلابچیان روس بیشتر شرایط فراهم آمد. به واسطه کارگران روس روزنامه‌های گوناگون را به دست می آورد و می خواند. نصرت الله بار اول همه آرزوهایش را در گفته‌های انقلابچیان روس دریافت نمود. باور کرد که تنها با دستگیری و مدد لشکر سرخ می تواند در وطن نیاگانش تبدلات به منفعت مردم زحمتکش به عمل بیارد. از حقن به تاشکند رفت، به صف عسکران سرخ پیوست. ابتدا به حیث راهبر و ترجمان شناختن او را. با دانش و استعداد، چالاکی و سخنرانی در بین عسکران سرخ و فرماندهان زینه‌های گوناگون صاحب احترام گردید. لشکر سرخ در شهر سمرقند برای تصرف بخارا تیاری می‌دید. از روسیه فرونزه آمد. وی افسر کسبی بود و از علم حرب خیلی خوب آگاه بود. تجربه خوب جنگی هم داشت. فرونزه وظیفه‌دار شده بود که در عملیات ضبط بخارا تمام هنر و صنعتش را استفاده برد. سرلشکر میانه‌های ماه اوگوست وارد سمرقند شد و هنوز عرق بدنش نخشکیده و گرد سفر از لباسش نرفته شورای حربی دعوت کرد. در سخنرانیش به فرماندهان گفت: رفیقان، در بخارای کهنه به مقابل امیر شورش تیار کرده شده است. به شورش کمونیستان راهبری میکنند، اما زور آنها به امیر نمیرسد. از همین سبب برای تیاری به سویت رولوسیونی فرانت مراجعت کرده یاری مسلحانه پرسیدند که دستگیری آنها وظیفه اینترنشنالیستی ماست. این یک طرفی کار است. اگر ما قوه های امیر را شکست ندهیم و این نیت دارد به ترکستان شوروی هجوم کرده دوباره آتش جنگ را شعله‌ور سازد، یعنی ما و بلشویکان بخارا یاری داده دشمن را سرکوب میکنیم و خوف هجوم امیر را به ترکستان از بین میبریم. فرونزه به چهره فرماندهان سینچکارانه چشم دوخت و آهسته آهسته به خریطه نزدیک شد. لشکر امیر بخارا در 3 ناحیه جای گرفتند: بخارا، کرمینه و کتاب. اگر ما قوه های خود را خوب استفاده برده توانیم در یک مدت کوتاه امیر را شکست داده بخارا را آزاد می نماییم. معلوماتی در اختیار بوده ما گواهی می دهند که قوه های جنگی امیر از لشکر ما خیلی زیاد است. اجازت پرسیده گفت یاکوف ملکوموف و سخنش را ادامه داد. در برابر این علما بین اهالی برآمد کرده مردم عادی را به غزای ضد کافران دعوت کرده ایستاده است. درست میگویید، اندیشمندانه پاسخ گفت فرونزه، ولی یک نکته را به نظر گیرید. ما از لشکر امیر با سلاح جنگی بدتری داریم. کمونیستان بخارایی بین اهالی کمبغل کار بردند و نه همه مسلمانان از امیر ظالم جانبداری میکنند. تمام 2 سال اخیر امیر آنقدر برای یاد ظلم کرده است که حسابش را کسی نمیداند.
در بخارا و اطراف آن صدها نفر روشنفکران را که در ساخت پوسیده دولت فیودالی امیر زید بودند به قتل رسانده است. ایشان خویش و تبار دارد و آنها نیز پید میکوبند که از امیر انتقام گیرند. فراموش نکنید که به لشکر ما فرماندهانی تحصیل کرده و تجربه جنگی داشته سروری میکنند. از همه شما خواهش می نمایم که نقشه ستاد را یک بار دیگر مورد آموزش قرار دهید و صبح به شورای نوبتی خلاصه هایتان را گویید. جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. 28 اوگوست در داخل شهر بخارا شورش سر شد. شورشگران در اندک مدت چند محله را به اختیار خود گرفتند. سربازان امیر که همه از پی آمادگی به مقابل روس‌ها آواره بودند در غفلت ماندند و لحظه‌ای که به خود آمدند کار از کار گذشته بود. لشکر سرخ بعد گرفتن این خبر فوری به راه برآمد. راه به جانب عقبه تخت قراچه. دمی که عسکران سرخ به نیمه عقبه برآمدند صدای تیر به گوش رسید. شب فرا رسیده بود و دیگر امکان پیش رفتن نبود. فرمانده دیویزه پیشگرد شویتسوف در صف پیش بود. فوری وضعیت را آموخته به فرمانده خبر آورد که عسکران امیر بین شوخ و تپه ها کمین گرفتند. با امر او ارتیلریا جانب عقبه آتش کشید. عسکران سرخ در پناه حمله ارتیلری راه را ادامه دادند. سربازان امیر رو به فرار آورده از عقبه دور رفتند و سرخها عقبه را اشغال نموده در حالت آماده باش تا دمیدن صبح بالای عقبه ایستادند. روز 29 اوگوست بعد نماز ظهر سرخها شهر سبز را اشغال نمودند. لشکر سرخ تمام دارایی ثروتمندان را از خانه‌های بی‌صاحب به بازار کتاب کشید و مردم کمبغل را آنجا جمع کرد. ابتدا چند نفر کمونیست وعظ گفت. مردم را از مرام و مقصد عسکران سرخ آگاه کردند. بعد با دستور فرمانده تمام اموال غنیمت گرفته را بین اهالی کمبغل تقسیم کردند. این رفتار ایشان دل اکثر مردم تهجایی را نرم گردانید. دیگر از سرخ‌ها نمی ترسیدگی شدند. 3 اوگوست قسم‌های لشکر سرخ وارد غزار گشت. امیر سپارش داده بود که از قرشی به یاری سربازان غزار قوه‌های جنگی فرستاده شود، ولی این قوه‌ها نیز دیر کردند. قرشی زادگاه امیران منقید که برای مردم بخارا خاصه عملداران شهر مقدس به شمار می رفت، می بایست از حمله روس‌ها محافظت می شد، ولی سربازان امیر آن را مدافع کردن نتوانستند. تیرهای ارتیلری روس دروازه پوسیده و نیم ویرانه شهر را در آن واحد پاره و ولنگار کرد. امیر امید داشت که همدیارانش تا قطره آخر به مقابل روس‌ها می جنگند، لیکن گمانش خطا برآمد. مردم عادی خود را کنار گرفتند. هرچند ملاها سله به گردن آویزان در کوچه های پردود و گرد شهر با آواز بلندی گریه آلود و شریعتا و دریغ بخارای شریف جهاد بزیمه هر مسلمان فرض شد گفته فریاد می زدن، کس حرف ایشان را نمی شنید. سربازانی به واهمه افتاده سواره و پیاده فرار کردند. دیگر قدرت ایستادن در مقابل دریای آتش را نداشتند. در بخارا امیر برای پیشواز گرفتن بلشویکان تیاری دیده بود. قسم زیادی لشکرش را در شهر نگاه می داشت. گرداگرد شهر هندق کافته بودند و سربازان سراپا مسلح در این هندق ها کمین گرفتند. بخارا 12 دروازه داشت و اطراف این شهر کهنه و قدیمه را دیوار پهنی پاخسگی احاطه کرده بود. پهنی دیوار
5 متر و بلندیش 10 متر بود. به بخارا ابتدا قوه‌های در ایستگاه کاگان بوده اسکران سور هجوم کرد. با وجود مقابلیت سخت سربازان امیر، اسکران سرخ در حمایه ارتیلری و ماشین‌های جنگی پیش می رفتند. بگاهی روز 29 آگوست مسافه بین دیوارهای شهر و اسکران سرخ از 5-6 متر زیاد نبود. روز 3 آگوست هجوم سرخ‌ها شدت گرفت. اکنون آنها از دو سمت شمال و غرب هجوم می‌کردند. قوه‌های هوایی شهر را بی‌رحمانه گلوله باران می‌کردند. از چند جای شهر علنگه آتش بلند شد. آتش مشعله زده به بلندی‌ها گردن می‌آزید. ایروپلان‌ها در فضای شهر خیلی پست پرواز می‌کردند و بار خود را خالی کرده باز به قرارگاه خود می‌شتابیدند. شهر می‌سوخت. یک شهر قدیمه با همه یادگاری‌های تاریخی در آغوش آتش می‌تپید. دیگر کسی پروای میراث گذشته‌ها را نداشت. پگاهی 1 سپتامبر اسکران سرخ از قسمت ویران شده دیوارها وارد بخارا شدند. در کوچه های تنگ و کج و کلیب شهر جنگ های شدید ادامه یافت. آتش غلیظ و دودی غفص فضای شهر را پوشیده بود. در شهر آب نبود. مردم کمبغل با سروری کمونیستان به مدد اسکران سرخ آمدند. 2 سپتامبر سال 1920 ارک و دیگر موضعهای مهم بخارا را اشغال کردند. اسیران به فرماندهان اسکران سرخ خبر دادند که امیر عالم خان هنوز شب 31 آگوست از بخارا فرار کرده است. دنبال امیر قسمی از اسکران سرخ روان گردیدند، اما دستگیر نمودن وی غیر امکان بود. 14 سپتامبر سال 1920 قرولتای عمومی بخارایی تأسیس ریسپوبلیکای خلقی سوویتی بخارا را اعلان نمود. منقیدها رو به فرار آوردند. امیر عالم خان با یک مشت ظالمان ستمکارش در مقابل دریای خروشان آتش عاجز ماند. قسمت اساسی خلق جانبدارش نبود. نصرت الله میان اسکران سرخ حرکت میکرد و سر این مسئله اندیشه میراند. پند شیخ بزرگوار سعدی شیرازی یادش آمد و به درستی آن باور کرد. پادشاهی که روا دارد ستم بر زیر دست، دوست دارش روز سختی دشمنش زور آور است. با رعیت صلح کن، از جنگ خصم امین باش، زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. در بخارا ساخت نوی دولت تأسیس داده شد، اما این معنای آن را نداشت که با همین کار تمام شده باشد و بلشویکان می توانند آسوده پسی سکون نشسته کشتی را در بحر عالم به هیچ حوادث و واقعه راندن گیرند. امیر عالم خان به بخارای شرقی فرار کرد و هنوز ناامید نشده بود. از اسب فرامده بود ولی پا بر رکاب می رفت. باور داشت که دشمنان ساخت کمونیستی در مبارزه او را دستگیری می کنند و می تواند دوباره به تخت سلطنت نشیند. با همین امید به حصار آمد و دوشنبه را پایتخت نوی دولت خویش اعلان کرد و به آماده نمودن قوه‌های حربیش مشغول شد. امیر از حساب مردم محلی و فراریانی از تمام شهر و نواحی ترکستان آمده لشکری بزرگ تشکیل نمود. تقای امیر محمد سعید بیگ پروانچی وزیر حربی حکومت موقتی امیر تعیین گردید. عالم خان که در یک حالت شتاب زدگی از ترس جان بخارا را ترک گفته تمام خزینه اش را پرتافته آمده بود، حالا نارسایی لوازمات حربی را پی برده افسوس می‌خورد که برای خریداری نمودن اسلحه مبلغی در کاری ندارد.
با سپارش وی تمام اوستاهای آهنگر به ساختن اسلحه مشغول شدند. او با لشکر خود در مقابل سرخ‌ها پایداری کردن نتوانست. حالا با لشکر مجبور گنداشته‌اش در دوشنبه که اکثره آنها بار اول به میدان جنگ می رفتند و بار سلاح به دست نگرفته بودند، میخواست دشمنی صاحب تجربه و جنگ دیده را شکست داده از نو به تخت سلطنت قرار گیرد. ولی هیهات خیلی دیر شده بود. 12 اکتبر سال 1920 عالم خان از بریتانیای کبیر خواهش کرد که برای از بخارا راندن بلشویکان یاری رساند. وی در نامه خیش با درد و علم از فاجعه بالای بخارا آمدن نوشت و با تواضع التجا کرد که برای تأمین لشکریانش لوازمات جنگ و یک مقدار پول فرستد. اما حکومت انگلستان این خواهش امیر فراری را با بهانه‌های گوناگون اجرا نمی کرد. تأسیس بخارای شوروی امکانیت فراهم آورد که عسکران سرخ چند روز اندرون شهر ویران و ولنگار و اطراف آن استراحت کنند. در این روزها در فرغانه قوه‌های ضد ساختار نو گردی هم آمده به مبارزه برخاستند. به این دسته ها یکی از منصبداران سابق فرغانه شرمت تقصبا سروری می نمود که در تاریخ با نام کور شرمت مشهور است. فرانت ترکستان در اختیار خود قوه کرایی نداشت. اکنون وقتی آن رسیده بود که از حساب مردم محلی صف اسکران سرخ پرره و علاوه کرده شود. در بین اهالی کارهای ترغیباتی خوب براهمانده شده بود. کمونیستان شب و روز ده به ده و شهر به شهر گشته ساکنان محلها را به برنامه حکومت شوراها شناس می کردند. بین اهالی ورقه ها پهن کرده می شد. در این ورقه ها نوشته شده بود که آب و زمین حق حلال مردم زحمتکش است و آنها باید متحد گردیده حق خود را از ثروتمندان کشیده گیرند. مناسبت عادلانه اسکران سرخ و حکومت نو صف طرفدارانشان را روز تا روز زیاد می‌گرداند. در دهه‌ها گروه جوانان کمبغل به طرف حکومت نو گذشته به صف دسته‌های اختیاریان داخل می‌شدند و آنها را با سلاح مسلح نموده مشق‌های حربی می‌دادند. پس از انجام این کارها فرماندهان اسکران سرخ باور کردند که اکنون می توانند در مقابل قوه‌های کور شرمت جنگ را ادامه دهند. شرمت دهه یازیاوند را برای خود قرارگاه انتخاب کرده بود. پالک 15 سواره تحت فرماندهی کراسیلنیکوف جانب یازیاوند راه پیش گرفت. برابر آغاز گردیدن عملیات جنگی فرماندهان حس کردند که در چنین شرایط که یم و علف و آذوقه نمی رسد و مقابل دشمنی که شرایطش خیلی خوب است جنگیدن آسان نیست. مسئله تأسیس گروه‌های تأمینات آذوقه برای لشکریان از حساب مردم محلی به میان آمده بود. شخصان جسور و دلاور لازم بود که زباندان و سخنور باشند و توانند که با یاری اهالی برای اسکران سرخ آذوقه و برای اسب‌ها یم و خاشاقون دارند. باید آذوقه و دیگر مواد لازمی را با رازیگی صاحبان مال می گرفتند. در صورت رنجانیدن عامه وسیع مردم صف شخصانی به سرخا ناراضی می افزود و چنین رنگ گرفتن کار به منفعت دشمنان بود. دولت جوان بخارای شوروی وضع را پررا آموخت و ضرورت تأسیس کمیته آذوقه جمهوری خلقی شوروی بخارا را عاید به تأمین ارتش سرخ طلب زمان دانست و درباره تشکیل آن فرمان صادر شد. بهترین فرزندان صنف مهنتکش به این کمیته جمع آمدند. نصرت الله را به کمیته آذوقه دعوت نمودند. بعد 1-2 روز او در وظیفه نماینده کمیته آذوقه فعالیتش را شروع کرد. نمایندگان کمیته آذوقه فوری به کار سر کرده توانستند با راه فهماندهی وضع را مقصد کمیته را به مردم فهمانند. چاره اندیشیده حکومت در چنین شرایط دشوار
برای لشکر سرخ منفعت آورد. در مدت کوتاه توانستند آذوقه و یک خاشاک زیاد ذخیره نمایند. بعد حل مسئله مهم، اسکران سرخ یازیاوان را به محاصره گرفتند. جنگ آغاز یافت. هجوم اسکران سرخ متشکلانه و از روی نقشه بود. فرماندهان تعلیم گرفته و تجربه اندوخته با استفاده اصولهای گوناگون جنگی احوال مخالفین ساخت نو را تنگ کردند. کوری شرمت بعد اولین ضربه های کاری سرخا پی برد که سربازانش در مقابل دشمنی توانا پایداری کرده نمی توانند. وی گرگی باران دیده بود و به وضعیت بسرش آمده بها داده می توانست. همین بود که در گرم کارزار قطار سربازانی به واهمه افتاده از میدان جنگ بیرون شده فرار کرد. وی یازیاوان را به اسکران سرخ به آسانی واگذاشت. شنونده های گرامی، شما романи کیفری دلовари میرزا رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری شنیدید. محرر عابدجان سعیدزاده، کارگردان انوشا خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 11